خب درود دوستان، امروز میخوایم در مورد نورولوژی و عصب شناسی تالاموس صحبت کنیم. اون قسمت سومه. میخوایم در مورد هسته‌های منتقل کننده اطلاعات حرکتی صحبت کنیم. ما در مورد دو مدل هسته دیگه صحبت کردیم که یکی اطلاعات سیستم لیمبیک و یکی اطلاعات سیستم حسی رو منتقل میکردن. خب گفتیم که تالاموس 3 دسته اطلاعات رو به قشر مغز میبره که ما در اینجا فقط میخوایم در مورد اطلاعات سیستم حرکتی صحبت کنیم. خب این فکر رو بکنید تالاموس، من محورم بکشم، این میشه قدامی، این میشه خلفی و این میشه جانبی یا لترال و این میشه میانی یا مدیال. خب حالا ما در مورد چه هسته‌ای صحبت کردیم در 2 جلسه قبل؟ یکی در مورد هسته‌های قدامی صحبت کردیم، یکی در مورد هسته مدیو دورسال نوکلیس یا میانی پشتی تالاموس، یکی هم از خانواده اینترنال مجولری لمینا صحبت کردیم که سنترومیدی نوکلیس بود یا هسته میانی مرکزی تالاموس، و در مورد 2 تا هسته دیگه هم صحبت کردیم، یکی ونترو پوستریور لترال یا شکمی خلفی جانبی و یکی هم شکمی خلفی میانی ونترو پوستریور مدیال. حالا 2 تا هسته هستن که سیستم اطلاعات حرکتی رو منتقل میکنن که ما میخوایم امروز در موردشون صحبت کنیم. یکی ونترو آنتریور نوکلیای است یا شکمی قدامی، یکی هم شکمی جانبی یا ونترو لترال نوکلیای. حالا ما میخوایم نوروآناتومیشون رو بررسی کنیم، ببینیم که این نوروآناتومیشون چجوری، اینپوت و آوتپوتشون چجوریه و چه کارهایی انجام میدن در سیستم حرکتی. خب اولین هسته ونترال آنتریور نوکلیس یا ونترو آنتریور نوکلیس است یا هسته شکمی قدامی که در شروع حرکات و برنامه ریزی نقشه حرکتی بسیار فعالیت داره. یعنی اینکه نقشه حرکتی چجوری باشه. حالا توضیحشو بیشتر میدم که نوروآناتومیش به چه صورت هست. شما فکرشو بکنید اینجا پریموتور کورتکس هست یا قشر حرکتی اولیه و این فیبرهایی رو ارسال میکنه یا پیام نقشه حرکتی رو ارسال میکنه به بیسال گنگلیا یا عقده‌های قاعده‌ای. و حالا به کجای عقده‌های قاعده‌ای میفرسته؟ به مدار پوتامن یا پوتیمن. اینجا پس سیناپس میده با پوتیمن. خب از اینجا پیام برنامه حرکتی یا نقشه حرکتی رو که فرستاد، پوتیمن این نقشه حرکتی رو، این پیام رو منتقل میکنه به گلوبوس پالادیس خارجی. حالا گلوبوس پالیدیس یا گلوبوس پالیدوس مثلا فارسیش این میشه که و این گلوبوس پالیدوس خارجی پیام رو غربال میکنه و منتقل میکنه به هسته شکمی قدامی تالاموس. شما مثلا اگه اینجا ما محور رو بکشیم، اینجا میشه قدامی، اینجا میشه خلفی و اینجا میشه جانبی و اینجا میشه میانی. پس حالا هسته ونترو آنتریور پس بعد قدامی ترین بخش جانبی تالاموس باشه. و اینجا این یک مسیر بود که باعث میشه که برنامه حرکتی یا نقشه حرکتی اجرا بشه. و اینجا تالاموس یا ونترو آنتریور نوکلیس وقتی که این پیام رو گرفت، دوباره ارسالش میکنه به پریموتور کورتکس که نقشه حرکتی چجوری، برای اینکه نقشه حرکتی شروع بشه. حالا این مسیری که الان بهتون گفتم که از کورتکس میاد و به مدار پوتیمن و به گلوبوس پالیدوس میرسه، بهش میگن دایرکت پسوی یا مسیر
مستقیم که این مسیر مستقیم باعث تقویت پیام حرکتی میشه، یعنی آمپلیفای میکنه پیام حرکتی رو. حالا اینجا یک مسیر دیگه هم داریم بهش میگن ایندایرکت پسوی که باعث کند شدن مسیر پیام حرکتی میشه. این هم به این صورته که کورتکس یا پریموتور کورتکس یا پرایمری موتور کورتکس یا سومات سنسوری کورتکس، حالا اینا متفاوته، اینجا فیبرهایی رو ارسال میکنه به مدار پوتیمن یا عقده‌های قاعده‌ای و مدار پوتیمن اینجا به گلوبوس پالیدوس خارجی میفرسته اطلاعات رو که غربال بشه. یعنی این نقشه حرکتی فکرشو بکنید، از کورتکس اومده داخل مدار پوتیمن شده، حالا پوتیمن میفرسته به گلوبوس پالیدوس خارجی تا پیام غربال بشه. حالا گلوبوس پالیدوس خارجی پیام میفرسته به سابتالاموس و از سابتالاموس دوباره پیام میفرسته به گلوبوس پالیدوس داخلی و گلوبوس پالیدوس داخلی پیام رو میفرسته به هسته قدامی شکمی تالاموس. حالا هسته قدامی شکمی تالاموس پیام رو دوباره ارسال میکنه به پریموتور کورتکس. پس گفتیم در چیا این مسیر ایندایرکت پسوی بود. گفتیم حالا هسته قدامی شکمی تالاموس در چیا نقش داره؟ در دو تا مسیر نقش داره، یکی مسیر مستقیم، یکی مسیر غیر مستقیم، که مسیر غیر مستقیم باعث کاهش سرعت پیام حرکتی میشه، مسیر مستقیم باعث آمپلیفای یا تقویت پیام حرکتی میشه. حالا اینجا ما یک اصولا بافت دیگه داریم به نام سابستانشیا نیگرا یا ماده سیاه که در مید برین قرار داره و این و نورون‌های دوپامینرژیک داره و نورون‌های دوپامینرژیکش با ترشح دوپامین باعث آمپلیفای مسیر دایرکت و ایندایرکت پسوی میشن، یعنی مسیر مستقیم و غیر مستقیم رو آمپلیفای میکنه، تقویتشون میکنه. و دیگه باز بریم هسته بعدی. هسته بعدی ونترولاترال نوکلیوس هست یا شکمی جانبی و شکمی جانبی. حالا میخوایم نوروآناتومیشو بررسی کنیم یا ببینیم در چه چیزهایی دخیله، الان بهش میپردازیم. خب ببینید اینجا هسته شکمی قدامی اینه، ونترولاترال میشه هسته شکمی جانبی، پس میشه این، پس این میشه شکمی قدامی که در سطح قدامی ترینه، این میشه شکمی جانبی که هدف ما هست. خب هسته ونترولاترال یا شکم جانبی در چی پیام‌های حرکتی نقش داره، یعنی چی کار میکنه در پیام‌های حرکتی؟ یکی این که پیام‌های حرکتی رو با هم هماهنگ میکنه و یکی هم این که ماجولیشن یا تعدیل میکنه پیام‌های حرکتی رو. حالا ونترولاترال دو تا اینپوت داره یا دو تا ورودی داره، یکی از بیزال گنگلیا یا عقده‌های قاعده‌ای و یکی هم از مخچه که اینجا این مخچه است. حالا ما مسیراشو تک تک نوروآناتومیشو بررسی میکنیم. خب گفتیم در چه حالا ونترولاترال چجوری در پیام حرکتی داخل مسیرش اینطوریه. فکر بکنین قشر حرکتی اولیه است اینجا. خب این فیبراشو میفرسته به مدار پوتامن، مدار پوتامن میفرسته به گلوبوس پالیدوس و گلوبوس پالیدوس میفرسته به ونترولاترال یا قدامی جانبی تالاموس، هسته قدامی جانبی تالاموس که میشه دایرکت و ایندایرکت پس، بیشتر میشه دایرکت پس که در موردش صحبت کردیم در اسلاید قبلی.
و یک دیگه، حالا یک اتفاق دیگه هم که میفته، کورتکس پیام ها رو، یعنی نقشه حرکتی رو، پیام، حالا چه پیامی رو میخواد برسه، نقشه حرکتی، خب نقشه حرکتی رو از اینجا میفرسته به مخچه، یعنی اطلاعات نقشه حرکتی رو میفرسته به مخچه. و حالا مخچه چه ورودیایی داره؟ پروپریوسپشن رو دریافت میکنه، یعنی حس عمقی وضعیت، این که مثلا تاندونا، عضلات شما در کجا قرار داره، و اینکه و یکی هم اطلاعات رو از گوش داخلی میگیره برای تعادل، برای اجرای تعادل نقشه حرکتی. یعنی تعادل داشته باشیم ما توی این نقشه حرکتی که میخواد اجرا بشه، ما باید تعادل داشته باشیم. این تعادل رو مخچه میگیره. حالا مثلا و این پروپریوسپشن شما رو در سطح سه‌بعدی دریافت میکنه، یعنی اینکه شما مثلا عضلاتتون در سطح سه‌بعدی در چه جایگاهی قرار داره. و اینکه این اطلاعات رو که مخچه دریافت کرد، یکی حس عمقی وضعیت، یکم اطلاعات اکویلیبریوم یا تعادل از گوش داخلی، اینا رو با هم ترکیب میکنه و یک برنامه کار یا بلوپرینت، حالا من معنی فارسیش خیلی دقیق پیدا نکردم، مثلا میشه نقشه کار یا یه نقشه کار خیلی بی‌نقص و عالی تهیه میکنه که برای بهترین حرکت کار برنامه ریزی شده، میفرسته از اینجا. ببینید اینجا میفرسته، میاد بالا و وارد ونترولاترال نوکلیوس یا هسته شکم جانبی تالاموس میکنه. حالا اینجا یک سیناپس هم با رد نوکلیوس میده و رد نوکلیوس دوباره پیام ها رو منتقل میکنن به ونترولاترال نوکلیوس. حالا چه اصولا هسته‌ای در مخچه این اطلاعات رو منتقل میکنه به هسته تالاموس؟ هسته دندانه‌ای یا دنتیت نوکلیوس. و سپس اینجا تالاموس از طریق مسیر تالامو کورتیکال فایبرز پیام ها رو ارسال میکنه به پرایمری موتور کورتکس. خب تالاموس کلا تموم شد، ما در مورد همه هسته‌های صحبت کردیم و قسمت های بعدی باز میریم روی نوروآناتومی اجزای دیگه این مغز. خیلی ممنون که همراهی کردید. ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید. خیلی ممنون از حمایتتون. متشکرم.